شما داخل رابطه هستید یا یک فرد سینگل و تنها هستید؟ من یه فرد سینگل و تنهام ولی به شدت ازدواجی. میشه بهم بگی دوست داری همسر آیندت چه شکلی باشه؟ اولی شاخص این که خیلی پولدار باشه، بعد اینکه قد بلند حتما باشه، حتی امکان یه مثلا مبلغی از حقوقش رو هر ماه برام بزنه، خونه اگه داشته باشه که حتما به اسم من باشه، یه ماشینم برام بگیره دیگه. چند لحظه میشه صبر کنید، من الان میام. کجا میری؟ میرم همسر آینده‌تون رو بیارم. خب من اومدم. این مایه است، اینم لیوان، این روغنه، اینم سسه. خب الان میخوای چیکار کنی؟ این مشخصاتی که شما از همسرتون گفتید اصلا همچین آدمی وجود نداره، یعنی نیست اصلا تو دنیا. من میخوام اینا رو با هم ترکیب کنم، بخورم، دل و رودم به هم بریزه، همچین همسری رو براتون برینم.